جمعیت دارای مساحتش محدود فیض استقلال 2001 با استحصال یک چند نمود رشته ها مشغول بوده، پورا با تجهیزات زمانوی استحصال خارجی تامین می‌باشد. شرایط کار در اینجا خوب برای مانده شده است و کارگران از این قناعتمند می‌باشند، چون که امروز با جای کار و معاش خوب و زندگی آسوده تامینند. کارخانه 210 تا کارگر داره. نزدیک به از ماه ینور ما کار رو خودمون رأساً شروع کردیم. استحصالی که انجام الان داریم میدیم انواع رشته های پخته‌ای از رقم 20 ما استحصال میکنیم تا رقم 50 که در حال حاضر تا رقم 40 رو استحصال کردیم. در آینده نزدیک انشالله ما رقم 50 رو هم استحصال میکنیم. مهندسایی که وطنی هستن در جمهوری خود جمهوری تاجیکستان استفاده میکنیم. مهندسین خارجی رو هم دعوت میکنیم هر 2 ماه 3 ماه یه بار به خاطر اوورهال کردن و به خاطر یک آموزش نیروهای داخلی دعوت کردیم، اومدن و آینده هم میان و کارخونه اقتدارش روزانه 12 تن هست، ماهانه 360 تن رشته. البته این 360 تن بستگی داره به نوع رشته‌ای که ما استحصال میکنیم. باید گفت که برای سزاوار پیشواز گرفتن جشن‌های ملی مملکت از جمله 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر حصار باز چندین کارخانه‌های استحصالی بنفشه گرفته شده، عین حال کارهای ساختمانی متشکلانه جریان دارد. باید گفت که در دوران استقلالیت در شهر حصار شماره چنین کارخانه‌ها خیلی افزوده است که با به استفاده دادن آنها صدها جایهای نوی دائمی کاری تشکیل می‌شود. اشیاء خاممون از داخل خود جمهوری تامین میشه، از شهرهای اطراف، از شهر حصار و شهرهای دیگه ما داریم اشیاء خاممون تامین میکنیم و رشته‌مون هم به کشورهای بلاروس. الان ما رشته 40 رو ماهانه 80 تن با بلاروس تگوار داریم پیش فروش کردیم، 200 تن به ایران پیش فروش کردیم که کشورهای بلاروس، ایران، ترکیه، چین کشورهایی هستن که ما در حال حاضر باشون همکاری داریم انجام میدیم و من فکر میکنم در آینده انشالله بتونیم که وسعت کارخونه رو هم اضافه کنیم. برنامه‌های آیندهمون، نقشه کاری آیندهمون اینه که ما انشالله تا آخر سال 2019 ماشینالات بافندگیمون وارد میشه، دستگاه‌های رنگ و بارمون آماده اینجا وارد جمهوری میشه و انشالله از اول سال 2020 ما بحث بافندگی و رنگ و بار رو هم آماده میکنیم، انشالله استحصال سر میکنیم. حکومت جمهوری تاجیکستان جهت فراهم آوردن شرایط مساعد برای پیشبرد فعالیت صاحبکاری پیوسته چاره‌جویی کرده شده است. در شرایط رقابت شدید بازاری صاحبکاران را ضرور است که توسط تشکل دادن صنعت ملی رقابت‌پذیر و ثمرناک، نوسازی تکنیکی و تکنولوژی کارخانه‌های صنعتی، فراهم آوردن شرایط مساعد برای صاحبکاری استحصالی، کارکرد پوره اشیاء خام وطنی را منتظم تامین نمایند.